سلام، من فاطمه هستم و این اولین ویدیو من در فضای مجازیه. تو اولین ویدیو میخوام صحبت کنم راجع به رشته حقوق در آلمان. در واقع این ویدیو راجع به اینه که چطور بچه‌ها از ایران برای رشته حقوق در کشور آلمان اپلای میتونن بکنن. تمام این چیزایی که اینجا روی صفحه میبینید در واقع موضوعاتیه که من میخوام راجع بهش صحبت کنم. اولین سوالی که برای همه پیش میاد، آیا رشته حقوق در آلمان محدودیت سنی داره؟ یعنی مهمه که آدم چند سالش باشه برای این رشته درخواست بده؟ جواب منفیه. خیر، شما با هر سنی که هستین که خب البته حتما باید دیپلم داشته باشید، یعنی 18 سال باشین، میتونین برای رشته حقوق در واقع درخواست بذارید و هیچ نوع محدودیت سنی نداره. مدرک تحصیلی مورد نیاز برای پذیرش در رشته حقوق، اگر شما در واقع دیپلم دارین یه دوره کالج رو باید بگذرونید. اینکه حالا کالج چیه، چند ترمه و محتواش چیه، حتما توی ویدیو به صورت کامل راجبش صحبت میکنم. اما اگه شما مدرک دانشگاهی دارید، فوق دیپلم دارید، لیسانس دارید یا 3 ترم رفتین دانشگاه و دیگه نرفتین دانشگاه، در واقع اگر یه مدرک دانشگاهی داشته باشید، یعنی شما کنکور داده باشید و این مرحله رو گذرونده باشین، بدون گذروندن دوره کالج شما میتونید برای رشته حقوق درخواست بذارید، البته با بقیه شرایط هایی که در ادامه راجبش صحبت میکنیم. رشته حقوق در آلمان هیچ نوع شرط معدلی نداره و شما با معدل 12 13 19 میتونید برای این رشته درخواست بذارید. رشته حقوق فقط و فقط به زبان آلمانی ارائه میشه، یعنی اون رشته حقوقی که شما میخواید بخونی با هدف وکالت و یا قضاوت در واقع فقط به زبان آلمانی هست که ارائه میشه. حالا یه سری رشته‌های حقوق دیگه هست به عنوان نبنفاخ بهش گفته میشه و اونا خب شما میتونید به عنوان مشاور کار کنید. بله، به زبان انگلیسی هم در بعضی از شهرهای آلمان ارائه میشه، اما کسی که هدفش وکالت و قضاوت، زبان تحصیل این رشته فقط و فقط به زبان آلمانیه. مدرک زبانی که شما باید ارائه بدید یا باید DS های 2 باشه، حالا 3 چه بهتر، اما حداقلش DS های 2 و C1 تلک. این دوتا مدرک رو در واقع دانشگاه ها به رسمیت میشناسن و اینکه شما میتونید اگر تا سطح B1 در ایران شما مدرکش رو دارید و خوندید، میتونید که برای DS های 2 یا C1 تلک در واقع اینجا تو همون دانشگاهی که تصمیم دارین حقوق بخونید، تو همون دانشگاه هم درخواست بذارید که بیایید اینجا و در واقع اینجا مدرک زبانتون رو بگیرید. این امکان برای بچه‌ها فراهم هست. فقط حواستون باشه که فاصله بین مدرک B1 زمانی که شما قبولی B1 رو گرفتین با پذیرش در دانشگاه آلمان در واقع اشپاخ سنترومش یا همون مرکز زبانش نباید فاصلش بیشتر از 6 ماه باشه. یعنی شما همچنان که دارید امتحان میدین اقدام کنید برای سطح بعدی در آلمان، اینطوری خیلی بهتره چون فاصله نباید بیشتر از 6 ماه باشه. رشته حقوق هر 2 ترم در واقع ارائه میشه، هم وینتر زمستان یعنی اکتبر هر سال شما میتونید درخواست بذارید و هم زوما زمستان و یا همون در واقع ترم تابستونی. شما در هر 2 زمستان یا همون ترم شما میتونید شروع کنید. مثل بعضی از رشته ها نیست که فقط و فقط در 1 ترم در سال در واقع ارائه بشه. هر 2 ترم شما امکان این که پذیرش بگیرید رو دارید. شهریه هر ترم حدوداً 276 یوروه و شما به خاطر این 276 یورویی که پرداخت میکنید کارت دانشجویی به شما داده میشه که این کارت دانشجویی تو همون ایالت، همون استانی که زندگی میکنید میتونید باهاش رایگان سوار اتوبوس، قطار، مترو بشید و همینطور هواپیما 10% تخفیف داره برای دانشجو. البته همه ایرلاینا نه، اما بعضی ایرلاینایی هستن که برای دانشجوها تخفیف میذارن و مهمترین چیز همون به نظرم اتوبوس و قطاره که خیلی استفادهمون میشه
و کاملا رایگان میشه با کارت دانشجویی. اگر تو ایران چیزی به نام شهریه ثابت و شهریه متغیر شنیدین و براتون سواله که آیا توی آلمان همچین چیزی هست، باید بهتون بگم که خیر، شهریه متغیر ما اینجا نداریم. یه شهریه ثابته که حدوداً 276، حالا بعضی شهرها ممکنه متفاوت باشه، مثلا بشه 277 یا بشه 273، اما حدوداً یه همچین مبلغی برای هر ترم، هر 6 ماه شما باید پرداخت کنید، به اضافه خوب هزینه‌های شخصی خودتون. مدت زمان تحصیل در رشته حقوق در واقع رگولر یا همون به صورت عادی 10 ترمه، ولی اینطوری نیست که کسی حواسش به شما نباشه و شما مثلا 9 ترم بری دانشگاه و هنوز یه سری امتحانا رو قبول نشده باشی. شما 4 ترم در واقع یه حالت پروبسایت یا یه حالت امتحانیه که شما ببینید آیا میتونید یه سری امتحانا رو قبول بشین و باید حتما اسفیشن پروفونگتون رو قبول بشین. این اسفیشن پروفونگ شامل 6 تا امتحان و 2 تا هاوس آربایت میشه. 6 تا امتحان در هر بخش باید شما 2 تا امتحان قبول بشین، مثلا 2 تا در حقوق جزا، 2 تا در حقوق مثلا مدنی و 2 تا در حقوق عمومی. در مجموع 6 تا امتحان و هاوس آربایت هم باید بنویسین و اونا رو هم قبول شده باشین. ببینید رشته حقوق شما با گذروندن 4 سال 5 سال فارغ التحصیلی شما زمانی رسمی میشه که شما در امتحان دولتی شرکت کنید و امتحان دولتی رو در نهایت قبول بشید. خب برای امتحان دولتی هم یه سری شرایط هست که همون امتحانات در واقع دانشگاه رو باید قبول شده باشید. 13 هفته باید پرکتیکوم انجام بدین، کارورزی انجام بدین و یکی دو تا دیگه حالا چیزای دیگه هم هست که در ادامه بهتون میگم. مجموع همه اینها میشه شرط ورود در امتحان دولتی اول. شما امتحان دولتی اول رو که در واقع بنویسین و قبول بشین، از رشته حقوق فارغ التحصیل شدید و دیپلم حقوق دارین. اما این به این معنا نیست که شما الان میتونید دفتر وکالتتون رو باز کنید. خیر، با قبول شدن در امتحان دولتی دومه که شما مجاز میشید برای وکالت و یا قضاوت. وکالت و قضاوت هر کدوم شرایط خاص خودشون رو داره که حالا در یه ویدیو دیگه حتما راجبش صحبت میکنم که چطور بچه ها انتخاب کنن، چطور اصلا کلا مسیرشون رو در واقع انتخاب کنن که آیا میخوان برسن به وکالت و یا نه میخوان برسن به قضاوت و چه شرایطی داره این دوتا رشته. فکر میکنم همه اون چیزایی که لازم بود برای پذیرش رشته حقوق رو براتون توضیح دادم. اما اگر بازم سوالی داشتید که من چیزی رو جا انداختم و کامل توضیح ندادم، میتونید از طریق کانال یوتیوبم یوغا فارسی 19 و یا از طریق صفحه اینستاگرامم با من در ارتباط باشین. آدرس اینستاگرامم هم اسم فامیل خودمه، فاطمه حیدری _19. ممنون که تا اینجا همراه من بودید.